چند است مصور جان بگو؟ قیمتش ها جان. 3500. 3500 آخرش یا جور 200 به خاطر خودت. خانه من صدم نمیخرم به خاطر اعضایی که میخرم. صدم به خاطر کامرمین ما 3200 بالا. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زاید خدمت شماست. ما بعد از تقریبا 15 یا 20 روز دوباره آمدیم به موتر فروشی ها و جایی که فکر نکردم شاید موترهای دست پاکستان قیمتاش بسیار پایین بیه، اما قیمت ها بلند است. و موتر فروشی شرفیار آمدیم. عطا محمد شرفیار یکی از دوستای ماست و اهل قلم ولایت بلخ همه میشناسن. ایشان مصور جان فرزند عطا محمد شرفیار هستن و امروز موترها را کلش را دیگه قیمتایشون از الف تا یا مصور جان برای ما میگه. مصور جان سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیریتی است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ سلامت زنده باشی، بخیر باشی. از کجا شروع میکنیم مصور جان؟ دلتان از بیرون شروع میکنه، از اینجا شروع میکنه. از همون شروع میکنیم. ما قطعی کامرا برای شما تصویر میگیریم. بیا اما تو باز مایده سرشون میریم. بخیر درست شروع است. خب داخل موترها کلش باز میشه ان شاء الله باز است. شروع کردم اینجا. بخیر برو قیمت های تا بگو. اون موتر بیا. این موتر ما کس 2000 است. 2000 است. خوش. اطرافی است. اطرافی مدل 2005 است. مدل 2005 است. تکسلاین مازور چمتاله داره. کجاست؟ همین 21000 پلیت داره. 21000 پلیت داره. بله. چند است قیمتش؟ قیمتش که است به بازار فعلی با 7000 هم هستن، با 7500 هم هست. خب ما پشت او گپا نمیگردیم. خوش. 6500 دلار. 6500 دبل شاسی هم هست این موتر. خوش. و این اطرافی است اینی؟ بله. خب بگو این قیمتش. که است مدلش 1995 است. 1995 جرمنی است. گیر است. جرمنی گیر. بله. خوش. قیمت از این که است به 3500 و جرامت کرده که بگویم به 3100 دلار. 3100 دلار. بله. صحیح است. برو به جان دیگهش برو. بخیر. این موتره که ما کس کرولای اطرافی است. خوش. امریکایی است. 1997 مدلش است. اون 95 بودی 97 است. بله. این که است اسنادش هم پاک است. خوش. شاسی کمپانی است. خوش. قیمت از این به 4000 دلار است. که جرامت کنیم 300 دلار جرامت داره به 3700 دلار. 3700 دلار. باقی داری خونه داره؟ هیچ چیز نداره. هیچ چیز نداره. خب نخیر. صحیح است. این طرف یا ایمی هم 2000 است. بله این هم 2000 است. اطرافی است. مدل 2003 است. خوش. تکسلاینش مازار کابل از نظرم. خوش. و قیمت از این که است به 5800 دلار است که نرخ نهاییش باشه 5200 دلار. 5200 دلار. بله. خب بسیار موتور پاک صاف است که این باقیداری نداره. هیچ چیزی نداره. خب گازی کدگی هم از بسیار کوالیت خوب هم داره. 22311 کو اینه مسلسل پلیت هم برش گرفتن. این بیا این طرف بیا. اینجا بیا از این شروع کن. این موتور که ما سویفت است. سویفت 2014 مدلش است. پلیت داره تایار. پلیت داره. دو دبل اکوس. دبل اکو. باز میره واس کو زبی. باز این موتور واس کو این که از 2014 است. خوش. دبل اکو دبل گیر 4 قطار ولکاپ کمپانی است. اسنادش که به رقم هم ترافیک است که مثل موتورهای یک کلیک کرد وقت اعلان کرد که پاک کنه دیگه. خوب است. قیمت از این موتر به 3500 دلار که نرخ نهایی فاینالش باشه به 3100 دلار. 3100 دلار آمریکایی. 3000 دلار هم شاید جرامت ما شما شود. جرامت شما کسی که میخره، من نمیخرم ماشاءالله. خب این باز میشه؟ بله. این نواز فکر می‌کنم. این موتر کانتینری است. یک دو دانه رو ما آوردیم کانتینری است. یک تایی است، یک تا سفیدش است. همین موتر هم بیار واس کو. چی شکش کن. موتر که است دیگه. هیچ اگر نداره. دو موتر آوردیم. چی است این روم است. روم مدل 2009. بیا ایره باز کن. موتر را کلش باز کرده بام خواهم. مدل 2009 کاشی کمپانی ایسی فعال. خب گشت افغانستانش به ضمانت بدون کات. یعنی افغانستان گشت نداره؟ نه خیر. به شک کنم. این نوعیت موتر خودش میگه که مستم. خودش میگه که مستم. که هیچ اگر نداره ان شاء الله این موتر.
و قیمت از این به $3500 ساغزای صاحب. $3500. بله. با جرامت؟ با جرامت که ما که شما جرامت کنیم به 2800 جرامت میکنیم. 2800. بله. خب موتر بود باشید جان. موتر در نویت میگم. خد دا پتسو دی؟ دانو 2008 سویفت ده. سویفت دی؟ 2008 مدل دی؟ او لیزری ده. یو کارت ده. قیمت په 2200 ده. خو یو 900 که زمونږ او تاسو څو خریداري جرامت کیږي. $900. و څوک چې د سویفت شوقیان دي دا اخیستې لپاره. دا نو په نویت کې بیخي اگر نه لري. ښه. و صحیح ده. ما از همه بیادر ما خواهش میکنیم که موترها را کلشان بانه که ما داخلش تصویر میگیریم. این موتر تر خب مصور جان بگیره بگو. این موتر ما سویفت است. خوش. رایدر سیت هم است. استایل است. سویفت استایل. خوش. قیمت ازی به $2100 ان شاء الله در 800 جرامت ما شما 800. بله. خوب است. این نیم 800. بیا پیش بیا طرف از دیگیش. این سویفت ما 2014 مدلش است. مدل 2014. بله دبل اکو. دبل اکو. بدون کات. رنگ سیاه. رنگ سیاه. با چی موتر در نویت بیخی چگر نداره. دیگه این خیلی خوشم آمد والا دوستای عزیز. چند است مصور جان بگو. قیمتش 3500. 3500. آخرش یا جرامت 200 به خاطر خودت. خانه من به به خاطر از جایی که میخرم. سلام به خاطر کامرمین ما 3200 بالا. 3200. بله. مثلا کمی جرامت داره. خب اینی این موتر ما پاسوس. پاسوگک. مدلش 2008 است. 2008 است کات است. یک کات است. 4 سالند است. خوش. قیمتش چند گفته؟ اون قیمتش هم 800 گفته سیت پر است. اینی $2800 است. بله. موتر رنگ سیاه. فقط یک کات. یک کات. بله. خوب است. پیش بیا. این موتر ما فامیلی هست فکر میکنم. فامیلی است. دوستای عزیز اینی دیگه 15 نفر هستین یک فامیل 20 نفر هستین دیگه اینمی. بسیار خصوصیات بالا داره. باب شما است دوستای عزیز. بله. بگو. این موتر ما اوندا استپ است. خوش. مدل 2013 3 سیت. یک آپشن بسیار خوبه که داره همین دروازه‌اش این رقم خودش واز میشه. دو دروازه و دویش واز میشه. دو تلویزیون است. دبل اکوس. ایسیش فعال است. این تلویزیون. این موتر در نویت سر خودش اگر نداره. اینجا معمولی فامیلی و پیکنیک است. کسی که میله میره چکر. اینجا آپشن بیخی خوب دیگه هم داره. این آپشنش است. این تو که چاقیش قاط کنی. اینا. عزیزم سه چی جور میشه؟ تخت جور میشه. تخت جور میشه. اینجا می میشه گرفته؟ فقط به خاطر کسی است که از خانه مانه عیش کردیم. این دوستای عزیز اگر برای شما سیت دوم کار نباشه بله یعنی دیگه سیت در مکمل موتر ایسی چی شده؟ کولر جاگذاری شده. ایسی داره مکمل موتر در جایش. خوب است خوب است. بله. نام خدا از آپشن دیگه چی دوستای عزیز؟ اگر نداره. خب بله. چند است قیمت ازی؟ قیمت ازی که است با چند بای کنم براتون بگین. والا خوبیش است دیگه هرچی که بای میکنی صلاحیت داره. با 4200 نرخ گذاری میکنیم. خوش. به خاطر شما با $3700. $3700 یعنی این موتر. دوستای عزیز این موتر کاشی کمپانی دبل اکو مدل 2013 3 سیت فامیلی دو تلویزیون دیگه موتر هیچ اندک مصرف نداره. این تو نمیشه خودش. کسر نمیخواه بسش کنی. بشک بیا. بله. پیش بیا دوستای عزیز این موتر خیلی خوب بود برای کسایی که با فامیلی ضرورت دارن. خب بیا اینجا بیا. سویفت میگیری یا ایره میگیری؟ همیره میگیره مشکل نیست. خب این موتر مو واگنر است مدل 2012 است. خوش. دبل اکوس. دبل اکوس دوستای عزیز. یک فقط بانک است. قیمت ازی به $600 جرامت ما شما ده $1400 ان شاء الله میشه. 1400. بله. خب پیش بیا. این موتر ما رونکس است. رونکس است. مدل 2005. 2005. پالت موقت بلخ داره. بلخ داره. سیت کریمی ماشین میانه در نویت سر خود چی نداره دیگه. خب. موترکش خوب موتر است.
چند است قیمتش؟ قیمتش به $3800. $3800 و آخرین نهایی $3500. $3500. بله. یک پاسوگک که بسیار مقبول است. این پاسوگک مقبول دیگه. این طرف بیا بشیر جان. تازه وارد است. این طرف بیا. ها دور بخور. این موتر مای ساخته صاحب با پاسوس خوش 2013 مدلش است. 2013 چوکی پر است. خوش کاشی کمپانی است. ایسی فعال است. اون در نویت خودتان میبینید که هیچ اگر نداره. 55,000 کیلومتر گشته. چقدر گشته؟ هیچ گشت نداره اصلا. در موتر خب 50,000 هیچ گشت نداره. 4 قطعه ولکاپ هم است. خب چند است؟ قیمتش جان امی وقتش بگویم باید وقت بگویی. $2100 تمام است. $2100. بله. یک موتر در من خریده بود بسیار قیمت خریده بود. من خریده در بیادرم خریده بود. چند بود؟ $2400 برام خریده بود. اما او قیمتش چند بود؟ $1800 بود. هنوز هم از پیشم قرضدار است. بله یک چند قرضدار است. اینه مصور جانی چی است؟ این موتر ما پریوس است. پریوس است که در این وقت دیگه در قیمتی تیل نه موتر میگم هستم. ما راست میگه. شاید سالا نال این مارکسی چیزا بله. خوی 2000 چند رسی؟ 2012 3 فیس 4 قطعه ولکاپ 96,000 کیلومتر گشت داره. ای بیسش بالای 70. قیمت دا چک بطری براتون میتونم بیخی موتره که بو بر چک کنه. قیمتش به $4000. امی بدون چرا $3700. $3700. بله. خب باید اسم په خاطر که از جای دیگه موتر را قیمتش هم قبول گفته بود برای دوستان عزیز. خب این هم رقم است؟ پریوس است. بله این 2 فیس است. خب 3 فیس بود. بله او 3 فیس بود. این 2 فیس است. او 2012 بود. این 2010 است. این 2002 است. بله. این که است اون مدل 2010 است. او 12 بود؟ بله. این که از 2 فیس است. رنگ سیاست. موتر خوب موترک است. خب قیمتش $3500. ها صحیح ما تو ولی قیمت $3200. $3200 اینمی پریوس برنگ سیاه مدل 2010 2 پیس. بله. این موتر که از دیگه این چیه شاه موتر است. رونکس است؟ اکوا. ها ما خودم میشناسم. اکواس 2015 مدل. 2015 مدل. شیپ 2020. شیپ 2020. جی اس اسپورت است. جی اس اسپورت. مکمل موتر نکل کار شده. کاشی کمپانی است. دا چک بطری ده خوب بیخی براتون میتونم سیتش سعی کنین یک. بیا باشیر 4 کابره دیگه ختم شد اینجا بیا پیش بیا. این موتر ده سیتش سعی کنن دا ایره بسیار شرقی جور کردیم. این موتر سیت گرم کن 4 آپشن مکمله که در موتر است. اساق حساب 4 آپشن مکمله که در موتر است کلش داره. یک دقیقه 4 آپشن پیش نوادی بگو چی است. بیا اینجا داخلش سعی کنن. این حالی بگو 4 در چی یک سیتای وی آی پی آمده. این تلویزیون خودم بر شوقی خریدیم. او بشک بگو قیمتش. این قیمتش اساق صاحب به $6000 است. بسیار قیمت گفتی بچه. والا راستی وقت چه بگویم 5200 از پیشم قنداری خواست ندادم این موتره. 5000 اول 5000 کرد بعد 5200 گفت. خودت چند خودت راضی بودی یا آماده بودی؟ من 5500. 5500. بله. حالی هم 5500. شیپ مکمل موتر ببینه، اسکلاس ببینه. یکی از زیر باز فرم دیگه داره به خاطر که موتر پخش است. کاشی جای موتر خط خراش نشه فرماش در فرم بخوره. کمپانی دیگه این چیز جور نکرده که باید خوب است یعنی این فلدر ما کانتینری است. کانتینری است باشه جان تصویرش بگیر بدون استیکر. این موتر کانتینری است ساخته شد. خب سیت کریمی ماشین میانه سیت شکسای کنن واز کنن. سیتو در ماشین و در هیچ چیزی اگر نداره. خب یک سیت مقبول داره. بوی کمپانی را میته ایت براتون بگم. کافر بوی کمیته. چقدر گشت داشته باشه مصور؟ گشت زیر چک نکردیم. این موتر که نوعیت داشته باشه گشتش مهم نیست. خدا کنه موتر 3 لک کیلومتر هم گشته باشه. این موتر 3 لک کیلومتر گشتگی نیست. خاطر از نمیگم. 3 لک هم گشته باشه نوعیتش سعی کنن. بدنش سعی کنن. خب کاشی کمپانی با $6000. $6000. بله. قیمت که ما توافق کنیم با 5500 است. 5500 از هیچ کم نمیشه. از هیچ کم نمیشه. خیر. میریم به اینجا فقط یک هم سویفت مون. سویفت گفتیم که نگفتیم. ها؟ بله. سویفت مونده. این موتر مونده.
این موتر هم باز چی میکنی یک ایره بله بگو خیلی مصور جان بگیر. این موتر ما که سویفت است سویفت مدل 2012 است 2012 کاشی کمپانی است کاشی کمپانی گشت مکمل موتر 57000 کیلومتر است 57000 کیلومتر است ایسی فعال است AC 4 فعال. قطار ولکپ است ویلکپ است موتر دیگه در نهایت چی نداره بدون کت است بدون کت چند بله. قیمتش قیمتش به $2800 2800 دلار با شاید بیان گان 2700 جرمت ما شما شد 2700 این موتر اسپورت است این موتر دیگه کوه باب است. ما و بشیر جان است که از این بله. داشته باشی که این کوه را لغت کو برو که دمی 34 ولایت ها؟ بگردی به 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 این موتر که ما نیسان پترول است رفتیم بخیر نیسان پترول پترول مدل 2000 این کلگوی میگه خب بله خب. این 6 سالند است اما یک 6 خوبایی دیگه سالند. داره اوه بگو اوی 6 سالندش پشت نگردین از کمپانی گازی آمده خب بله چه تلویزیون خیلی مقبول در این باشی دیگه جان صاحبش خوب شوقی جور کرد این سایکل از یه دیگه خالینچه خوب برش بالا چی هم انداخت داره، نه؟ با چیزات برش در بالا بسیار سال از این موتر مصرف هم کرد کمکایش هم فعال است کمک دار هستی بله او بیشتر این موتر از کمپانی گازی گاز هم تو نیسان بوی گفتی میکنه نی؟ بله نیسان پترول نیسان پترول بدون استیکر بدون دیگه چیز خب بله دست پاکستان است دوست پاکستان است بله اما او وزیر خب جمعش بلند موتر است به خاطر کوبری سیاحت طرف و- طرف بری خب بلند چند است قیمتش چند بگویم هر چی که ارزان بگید و نفع هموطنان عزیز ما از کسانی که ما خریدار خو شده ایره به $6200 نرخ گذاری کردیم چند بای پشت شده او است گپا نمیگردیم چند بای شده مصوری 5000 تا 5000 بای شده بله این موتر همین موتر تا 5000 شما خیلی باز چند ایره آماده هستین که با بفروشید یک 200 آماده هستیم 5000 و چند 200 5200 بله خیلی 5200 5000 بای شده گفتی بله وقت گپ اما تو بیا بشیر جان فرونر است این فرنر است دیگه 2016 است 2008 است خب 2008 بله این موتر دیگه نو است 2008 خوش کمک کمپانی کمک کمپانی پیش بید دبلس آرکس میگه ایره خوش. از پاکستان است بدون استیکر و چیزاست ایره تازه آوردم امروز دو روز میشه تو دو روز میشه بله 4 سالن 6 4 سالن نیست 4 سالن پیش بیا بشیر جان داخل اینا 4 سالن بسیار کم میاد خوی 4 سالن آمده در 4 سالن نویت بسیار. بخی هیچ اگر نداره 4 خیلی قطعه خوشم. کپ کمپانی است 4 حلقه تایر ویلکف کمپانی مدل 2008 هم است مدلش هم 2008 بله این موتر دیگه اگر نداره خب این ولی قیمتش بگو این موتر خود بازار هم نیست ساغزای صاحب نه شاید باشه نیست 4 سالن نیست 4 ساله نیست نه خیر 4 سالن بسیار کم است قیمت از این موتر که است ما با $13000 بای کردیم خب قیمت 13000 گفتیم خب جرامت ما شما انشالله در یگان $11000 میشه 11000 11000 بله 11000 $2,500 $2,500 10500 10500 در نویت سر خود هیچ نداره در مکمل دارن بیرون هم کمپانی از موتر بلا این موتر است بیا بشیر جان خب بگو مصور جان ایره این موتر که ما ویتس است ویتس؟ مدل 2013 است 2013 بام کرد فقط بام کرد 4 سالن 4 سالن 4 قطعش ولکپش خود پدر من داخل موتر خب این موتر دیگه واز هم است بیا 4 سالند است و نه این موتر که ما قیمتش ساغزای صاحب به 2800 گپا نمیگن $2700 و 2400 انشالله معامله میشه $2400 بله معامله انشالله میشه دوستای بله عزیز 2013 4 سالن فقط یک بام کرد یک بام کرد گشتش 6000 است 66000 بله خیلی کم است والا گشت کم ها است کدام طرف میره این موسویفت است اون تو بره سفت رنگ جگری بگی رنگ جگری است باز گیره همین یک باز کنن
این موتور ما سویفت است آقای صاحب. سویفت است 2012 11 مدلش است. 2011 2011 خوش. اون فقط یک بام کت است. بام کت رنگ جگری است. خوش. موتور دیگه سرش هیچ مصرف نمیخواد. قیمت از این موتور نوازم کرد این 30 سال نشه ببینه دیگه شه ببینه سیت پیشروش هم باز کو سیت پیشروش هم باز است اینا ببینه نویت خب نو موتور است این موتور قیمت از این موتور سازای سی به $2200 $2200 بله. آخرش $1900 1900 بله $1900 خب اون طرف میریم اون یک 2000 هم موندگی است این 2000 بله بیا این طرف دار بخور بشیر جان این 2000 اخلاص نده ایران باز کن این موتور که ما 2000 است موتور ما 2000 است مدل 2007 از طرف باز کن 2007 است پلیت 33000 بلخ داره 33000 بلخ بله ماشین گیربکس سور است شاسی کمپانی است هیچ اگر نداره این موتور فقط یک تکر که داره این موتور خو بدون تکر نمیه اینی بالش است اینی بالش بله این چه رقم میفهمی که تکر کرد از جماعه ایران در اومده گوگل هم معلوم میشه خود ما هم کسی که بفهمه کسی که کار موتر بکنه بله او باس برای ما خود دول بزنه ولی اگه بفهم که نمی تکر داره نه باید این ثبات ایره باید تب تو واضح بگه میگه جنگ شد بار سر شد عمره بگه بله بانک دوست از ما کلی را بیاره بخیر ما منتظر از هستیم که موتر داخلش برای شما به تصویر بکشم دای موتر از قیمتش براتون میگم سازایش دای موتر هم هیچ مصرف نمونده که بکنه گیرم خوب جور کرده خوب جور کرده این موتر این رنگ چی بگیم نقره سیلور نقره سیلور بله 2007 است مدلش 2007 بله قیمت از این موتر سازایش به $7500 $7500 $6700 یک $6700 دوستای عزیز بر صورت ایره باز تصویرش پسان میگیریم بیا بشیر رو طرف میریم بیا این موتور ما موتور سیاه این موتور ما خب این اردیش ما نو آوردیم ایره نو آوردی بله این موتور که ما روم است روم مدل روم که یک دانش داخل بود نه بله خب انگک و انگک هست خب بله بیا بشیر جان مدل 2009 است مدلش 2009 بله ماشینش از اینا یک ماشین میاد سنگل است این نوعیت موتور است 2009 بدون کات بدون کات بله بدون کات بس نکن تو کمی هیچ اگری موتور نداره و دروازه او دستش کس از اونجا خودش باز میشه بله خب بس چند است قیمتش قیمتش $3500 آخرش $2800 $2800 بله خب و دیگه چی برو پیش برو بین این موتور ما که فلدر است فلدر مدل 2005 است 2005 است این موتور ما تبدار هم است خب ماشین میانه هم است گازی هم است گازی فارسینگی ایسیش هم فعال است ایسیش هم فعال چهار قطعه ولکاپ است ولکاپ از زیرم 2020 کورلای 2020 که است از او انداخته همین ولکاپ مهم است بله خاطر چی پریوسی که ولکاپ شمشیری باشه $300 فرق داره ولکاپ شمشیری پریوس که ولکاپ ساده $300 فرق داره هر موتور هم رقم است نظر به موتور شویش میکشم یا نویتش میکشم بله اینمی بله یکی از ویل است یکی از ولکاپ است این ولکاپ است خب چند است قیمت این موتور قیمت از این موتور به $4100 $3700 $3700 و 2000 هم میگیری بله این موتور کرولا همونجا استاپ کرده ما چیم که از کی از او کرولا 1996 بله کانادایی موتور که خب نو موتور که از گازی هم است یار قیمت از این موتور سازایش به $3300 $3300 نه 3000 چند 3000 بیا 3000 با جرمت یک موضوع رو براتون بگم که تمام موتور یک سویفت مادمون طرف مان برو حالی مان دیگه بیا مان بیا این طرف یعنی اون موتور بسیار خوب موتور هم بیا کلی موتورات خوب میشه بیا این موتورای ترکمنای عزیز ما سینه روم این موتور که ما میکره روم است یکی از پلیت هم داره پلیت 34 ولایت گشتم میتونه که اولش
کابل ما از کمیکال اگر قید گرفته بدون آه. پلت نبین طرف ما ها راست میگه راست میگه. ایسیش هم فعال است بدون کات است. بیا پیش به بشیر جان روز خوش. قیمت از این موتر که از سازای به $2500 با 2100 جرامت ما خریدار انشالله میشه. بله کسی که میخره آخرین یا نهاییش به 2000 خب یک رنگه که $100. بله بله بله. این دوستای عزیز خب ببینید بیا یک چند موتر دیگه ما در باز با شما خداحافظی میکنیم. چی هستی؟ این موتر که ما که است روم است. روم؟ کات است. مدلش که از 2007 یک سال میشه استاد است؟ نه خیر این که از یکم کم تو خاکپور چی است نه؟ تو نیست تقریبا یکنیم ماه میشه استاد است. یکنیم ماه. یک فقط بام کت است. آن قیمت از این موتر سوزای به $2200 $2200 و $2000 نه دیگه پایان نمیشم چی حاله یک سال استاد است یک سال استاد نشه همین اگه یک سال استاد این موتر فروشی ما بخیم موترم تو ما فعلا میتونم ببرنش خواست 2000ش پایین نمی نه خیر با یک صدی خواست ایش هست اون این کورلاس کورلای 19 چند 90 چند 94 است 94 93 این چند ماه میشه که استاد است این دیگه سال شد خب وقت گپ چند است قیمت از این قیمت از این موتر به $2000 گپ واقعا چه بگویم فقط همیال بفهم نفر بامکت است شرط بایومتریک براتون میتیم 1 کیلی است بامکت است بامکتش مشکل نداره شرط بایومتریک که پلیت نداد بیار پس موتر حساب پیسه این دزدی نشدگی باشه از حسابش به ضمانت است که پلیت یا نه اینجا بیار پس ما استاد کنم ما پیسه شو باش میتیم چند به $2000 هیچ کم بود نه $800 $800 بله این یک کورلای دیگه کانادایی است کیپ تایر اسناددار است مدل 1996 است کانادایی است اون قالنجا منچه و چیزاش مکمل است گازی هم است گازی هم است $3200 قیمتش 3200 خو یک ذره پایین بیا برو چقدر پایین بیام چقدر که برای خودت واره میکنه $2900 ساخت ایسا نه 1900 $2900 3200 بله 2200 نگفتیم 3200 یا خواستم که چال بزنیم نشد نام خودم مسایر بسیار تکلاس این موتره که ما که است 2000 هستی؟ لوکسل است لاکسن؟ مدل 2001 است این موتر ما که از دیگه شاید یکان $2000 جرمات موضوع شو 800 ندادیم این موتر 800 ندادی؟ کاش که میدادی او بچم را $2000 یک گپ $2000 این موتر که باربری است اونه یک سالش کنین کیا اسناددار خب بیا میرم بگیرم گمش کن این موتر که ما قیمتش به $2500 است چند بای شده تا یک قسم بای با $2200 بای شد ندادیم چند میتی 2500 ایش کم موتر باربری است که هیچ اگر نداره خلاص شد بله از مصور جان تشکری ویژه میکنیم سلام یعنی این موترها را که شما دیدین کلشان با همه قیمت ها و ما مطمئن هستم اگر شما برشان زنگ بزنین به خاطر ما و به خاطر خود شما که موتر میخرین شاید یک $50 و $100 هم ازش عبور بکنه و همراه شما حتما جور میه ما مطمئن هستم که در موتر فروشی اگر قصد خرید موتر دارین بین و ما مطمئن هستم که یایی باشه یا پدر بزرگوارش باشه همراه شما جور میه تا برنامه بعدی که ساخته در خدمت شما قرار میگیره همه شما رو به خداوند آدرس ما رو برشان بگیم خداوند حافظتان این ولی بگو آدرس تا آدرس ما که است گذشته از پل تصدیس مزار شریف روبروی تانک تل المپیا کوچه سوم موتر فروشی ها که یعنی به کوچه نو موتر فروشی یاد میشوه دفتر موتر فروشی شرفیار ما در خدمت شما بسیار تشکر مصور جان زنده و سلامت باشید قربان